چرا ته بطری‌های نوشابه برجستگی داره؟ برای جلوگیری از منفجر شدن ناشی از فشار گاز نوشابه، چرا درپوش فاضلاب‌های خیابون همیشه گرد هستند؟ چون به جز دایره اگه هر شکل دیگه‌ای بودن درپوش داخل فاضلاب میافتاد. چرا انگشتامون توی آب چروک میشه؟ چون بدن این کارو انجام میده تا با نرم شدن پوست راحت‌تر بتونیم اشیای داخل آب رو بگیریم. چرا وقتی خجالت میکشیم صورتمون سرخ میشه؟ چون آدرنالین ترشح شده ی ناشی از خجالتی باعث گشاد شدن رگ‌ها و افزایش خونرسانی به صورت میشه. چرا وقتی گرسنه‌ایم عصبانی میشیم؟ چون با کاهش قند خون مغز کورتیزول ترشح میکنه که باعث بداخلاقی و عصبانیت میشه. چرا در توالت‌های عمومی به صورت کامل به زمین نمیرسه؟ برای اینکه اگه کسی کمک لازم داشت قابل تشخیص باشه.